به یه ویدیو جدید و خنده‌دار. امروز اومدیم با هم سعی کن نخنده بریم. جدی میفرمایی؟ این اینایی که بریم با مجازات. حالا مجازات رو آخر ویدیو بهتون میگم. پس با عجله بریم سراغ این ویدیو. فقط قبلش لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان اومدیم سراغ ویدیو رو حالا میبینیم و مجازات هم که بعد از ویدیو میگم و هر چند تا که بخندم میشمارم، بر اساس اون مجازات میشم. حالا بریم سراغ ویدیوها و ویدیوها رو ببینیم. آقای خنده حساب نمیشه. برو دمت. بابا بخندم دندونا معلوم بشه. بعضیاش فوش میده. میدونم میخواد چه بشه. بچه فهمیدین چی شد؟ چون قدش هم کوتاه لعنتی. نه نه
نمیشه. من فکر کردم قرار بود بیفته، نیفتاد، خورد. آقا تا الان یه بار خندیدم. وای تا مرز انفجار رفته بودم دیگه، نتونستم کنترل. آخرش دیدی زد بیرون. یو علی علی. فکر کردم وای نگو که میخواد بریزه. چون اونجاست. وای دیوانه اینا. وای الان قراره یه چیز از پنکی دهن گنده توی یه روز اومد سپرایز کنه خودش زاش. پروتست کرد. شیش و 35 دقیقه غروب. 6 و 40 دقیقه. 6 و 46 دقیقه. 6 و 48 دقیقه. شیش و 53 دقیقه. هیچ تغییر نمی‌کنه. آی هنوز میخواد بریم. وای 1 ساعت گذشت هنوز نرفته. 7 و 8 دقیقه. 7 و ربع شد هنوز مونده. یه ربع هنوز مونده. 16 7 و 30 بالاخره رفت. هنوز نرفته. زمان کند شده. برو دیگه. اون بدبخت 1 ساعت موند. شب شد.
وای هشت شد نه علی تموم شد بچه ها ویدیو تموم شد و فکر کنم یکی دو بار خندیدم دیگه. حالا بر اساس اون باید مجازات های این سری الان بهتون نشون میدم چه مجازات تندیه. بعد الان مجازات ها را میارم و بر اساس این خنده هام انجام میدم دیگه. همین. اومدیم سراغ مجازات تند. حالا میخواستم یه چیز دیگه تند بخورم ولی خب دیگه اینو آوردم، سس خرسی تند. دوربین بله این سرش قرمزه، این سر قرمزه یعنی تنده. بعد همیشه آقا هم بود دیگه سس خرسی ها، این خانومه. بعد مزه بدی فکر کنم بده و این قرمزه با سرش قرمزه یعنی تنده. قاشق هم اینجا هست که بخوریم و بسوزیم. باید سرشو بذار باز کنم. من سرش چجوری باز میشون؟ آها پیچونده. خب بایستا تعداد چیزو بگم. من یکی دو بار دیگه هم ویدیوهای خنده‌دار و ویدیو خودمو دیدم خدا وکیلی 2-3 بار خندیدم. من یه بار که کلا اصلا ول کردم خندیدم، یه 2 بار دیگه هم مثلا داشت دیگه میترکیدم صدا ازم اومد، پس خنده حساب میشه. یعنی 3 بار یه ذره میریزم روی قاشق میخورم. 3 بار 5 دقیقه هم بدون آب. 5 دقیقه نمیدونم 5 دقیقه باید بگیرم. خب الان داریم میریزیم و بسوزیم. تندم است یا بس چه بیا بسته داره میاد. یا علی بچه فلفلای سیاه دارم توش میبینم. چقدر بخورم بسته. اوی خیلی بچه زیاد ریختم، باید بسوزم. نگاه کنید اینقدر ریختم بچه تنده. این فلفلای مشکی اگه دوربین بندازه نمیندازه. خیلی فلفلای سیاه من اینجا دارم میبینم. باید 3 بار از اینا بخوریم. شروع کنیم. 1 2 3. پس بچه واقعا باید آب نخورم. یا علی چقدر تند بود. 3 بار من این رو باید بخورم آب نخورم. وای خیلی تنده. زیاد هم خوردم، خیلی زیاد خوردم. باید یعنی 2 بار دیگه هم اینو بریزیم. واو خیلی بچه تنده. یعنی بریزیم دیگه، باید بریزیم بخوریم. بذار یا علی این دفعه بیشتر. چرا 3 بار خندیدم آخه؟ ویدیو خنده دار بودن. حالا کلی پارتای چالش های سعی کن نخندی میریم.
بچه ها ببینید این دفعه فکر کنم بیشتر نریخ این دفعه فکر کنم بیشتر ریختم. وای خیلی بچه ها تونده، لبمو داره میسوزونه هنوز. یکی دوباره باید بخورم. وای خیلی تونده بچه ها. گلوم و لبام نمیدونم هرچی زبون و هرچی هست و داره میسوزونه میبره. گلوم خیلی داره میسوزونه الان. خیلی تونده، یعنی تندترین. الان این مجازات اولیه از سس تند از همه راحت تره. من مجازات های خیلی بدی باید انجام بدم تو این سایکان نخندی ها. 3 قاشق یه قاشق دیگه هم. وای میمیرم من. تو این ویدیو من به شهادت میرسم توسط این سس تند لعنتی. بریز. آقا من با این مشکل دارم. وای این دفعه خیلی زیاد ریختم. نه این دفعه هم مثلا نماش. یا علی فلفلای سیاه رو ببین توش یعنی چی. خوب 3 بار بچه از اینا خودم، یعنی دقیقا یه قاشق کامل دارم میخورم من. وای مزهش کردم. چرا گرم شد اصلا این وضعی. لعنت به این بچه، لعنت به این بوده، لعنت به این. نوشته بندری سس گوجه فرنگی تند ایوان. فلفلای سیاه داشتم توش میدم. دارم یه ذره صبر میکنم که آب نخورم. گلوم داره بد میسونه، یعنی باید بعد از این ویدیو یه ذره بگذره چند دقیقه بگذره. وای چرا خوردم. خیلی تنده. چند دقیقه داره میگذره بچه ها. وای نباید آب بخورم. چه مجازاتیه. حالا سیر و اینا، پیاز خالی. وای من این چیزا رو باید بخورم. یا اول فصل 1 2 3 میگم ویدیو رو تموم میکنم و میرم سری آب میخورم. 1 2 3. خب دوستان مرسی که این ویدیو رو دیدین. هنوز دارم میسوزم کلی بچه ها. یه لیوان کامل انقدی آب خوردم هنوز داره میسوزونه. گلوم هنوز داره میسوزونه. مرسی که از این ویدیوی سمی و تند و خنده‌دار دیدید. تا ویدیوهای بعدی بای بای. بوم 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 بوم. داشتیم هم هستم و پیک بعدو نده کنسلم کن. این دافم چپ شده هی میگه به من که هندلم کن. باولم کن کجاستون گلون کاورم کن. داولم کن باولم کن کجاستون گلون کاورم کن. باولم کن دافم میجریه عجب جگریه خودمونیم چه سلیتهیه. خوشم اومد خود سلیقهیه. نمیبینن چشام زیتو انگا اومدم بلاین دیتو. میگه موزیک فقط تکنو به تامبولام میدن هیت. باولم کن کلم بدم بلم بوم بدم 2 یه دفعه بگم رو به قبلمو بگن او بدم بوم.